شرک مداح و معرفی علی رضی الله عنه. علی کیست؟ علی کیست که حق نیز بود مد سرایش؟ از آن دم که خدا بود علی خلق شد و آل ابایش، صفا داده به عالم ز صفایش. خدا خلق نموده است جهان را ز برایش. علی کیست که افلاک همه سجده نموده است به پایش؟ شده غش به روی درب بهشت این سخن از خط خدایش. شود داخل آن هر که بود در دل او مهر و ولایش. علی عشق و دلها غم کی معتکف صحن و سرایش. خدا باید از او خواند و از مدح و ثنایش. من ذره دریدم دل خود را به هوایش، مگر باز زنم طالب ایوان طلایش. بینندگان عزیز، زیاده روی در هر امری نکوهش شده است و متاسفانه امروزه غلو نسبت به ائمه اهل بیت به اوج خود رسیده است. حال افرادی در این میان هستند که قائل به این زیادگویی ها نبوده و نیستند و همچنین غالیانی هستند که در این راه از هیچ گونه یاوه‌گویی ابایی ندارند. این مداح هم که به حدی زیاده روی می کند که می گوید خدا باید از علی و مدح او بخواند. حال به نظر شما آیا این نوع از غلو و زیاده روی همان نیست که خود علی رضی الله عنه در مورد آن در حکمت شماره 461 نهج البلاغه و بسیاری از روایات دیگر چنین فرموده است که هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال. دو نفر به خاطر من هلاک می شوند، یکی دوستدار زیاده رو و افراطی و دیگری بدبینی که تنفرش را اظهار می کند. رسولان اولوالعزم نمک خورده جود و کرم حیدر کرام. امیری و دلیری و همه کاره خلقت شدن اینها، همه یک کار کمه حیدر کرام. و این مرد علی باشد و عالم به کف اوست. خدایی شدن عالم هستی هدف اوست. همه آبروی اهل سما از شرف اوست. بدانید همه مرکز عالم نجف و این مرد علی باشد و عالم به کف اوست. خدایی شدن عالم هستی هدف اوست. همه آبروی اهل سما از شرف اوست. بدانید همه مرکز عالم نجف اوست. بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید این مداح که پا را از گلیم فراتر گذاشته و به خیال خودش دارد از علی رضی الله عنه تعریف می کند چه گفت؟ رسولان اولوالعزم نمک خورده علی رضی الله عنه و همه کار شدن جهان کار کوچک علی
و همه عالم به کف علی است. صفاتی را برای علی رضی الله عنه ذکر کرد که با این حساب باید نعوذ بالله الله دیگر کاری به عالم و کار دنیا نداشته باشد. همه کار را علی رضی الله عنه می کند. شما خودتان فکر کنید گستاخی تا این حد مگر شرک شاخ و دم دارد؟ این اگر غلو و زیاده روی نیست چیست؟ در خطبه شماره 127 نهج البلاغه چنین آمده است که علی رضی الله عنه فرمود: سیهلک فی صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق و مبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق و خیر الناس فی حالا النمط الاوسط فالزموه. دو گروه در حق من هلاک می شوند: دوستدار زیاده رو که محبت او را به طرف غیر حق می کشاند و بدبین زیاده رو که بغض و کینه او را به طرف غیر حق می کشاند. و بهترین مردم در حق من گروه میانه رو هستند. این گروه را پیروی کنید. نوشته شده بر عرش خدا با قلم حیدر کرار. خدا خلق نموده از جهان را ز غبار قدم حیدر کرار. از آن روز که حق بود در عالم شده برپا علم حیدر کرار. بود خشم خدا بر لب تیغ دو دم حیدر کرار. رضای دل حق از سر لبخند علی باشد و غمگین شود از درد و غم حیدر کرار. سخنان این مداح نه تنها با آیات و احادیث بلکه با منطق هر انسان عادی نیز مغایرت دارد. این آقا میگوید که خدا جهان را از غبار قدم علی رضی الله عنه خلق کرده است. آیا این با شعور انسان ساده سازگار است تا چه رسد به روشنفکران دینی و کسانی که در مسائل اعتقادی و دینی کارکشته هستند؟ آیا این سخنان کفرآمیز اعتقاد انسان را زیر سوال نمیبرند و ایمان را به خطر نمی اندازند؟ مگر می شود از روی محبت هم که شده به کسی صفات الهی داد؟ در حکمت شماره 461 نهج البلاغه از علی رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: یهلک فی رجلان محب مفرط و باهت مفتر. دو نفر در حق من هلاک می شوند: دوستدار زیاده رو و بهتان زننده دروغگو. خودتان قضاوت کنید که آیا این مداح که این کلمات شرکالود را زمزمه می کند از جمله همان افراطی ها نیست؟ قضاوت با خودتان. از تلویزیون مثل شبکه ولایت، مثل شبکه سامن، شبکه سلام دو، شبکه سلام دو، شبکه سلام دو، برای شما هم اینها اگر یک شعر قلوبی بخوان چیز کنن، ما پاسخگو هستیم عزیز من نسبت به اینها رسما دارم اعلام میکنم. یا شبکه ثقلین، شبکه المعارف، اینها که در رأسش از روحانیون متدین و باسواد و فاضل هست.